به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و تاریخی و عجیب شروع می‌کنم. شاهزاده حمام یا همام، نویسنده دکتر محمد حسین پاپولی یزدی هستش. این جلدی که در اختیار منه جلد اول و دوم این کتابه که چاپ 42 این کتاب رو رقم زده. برنده ویژه کتاب سال جشنواره جلال آل احمد بوده این کتاب. این کتاب توسط انتشارات پاپولی در مشهد و انتشارات گوتنبرگ در تهران در سال 1400 چاپ شده. کتاب بسیار زیبایی هستش که از اوضاع اجتماعی شهر یزد توسط این نویسنده عزیز توضیح میده و حتما بهتون پیشنهاد میکنم برای قدمت تاریخی شهر یزد و دانستن نکات اجتماعی این شهر حتما این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. این کتاب چندین جلد داره و جلد اول، دوم و سومش در اختیار من هستش. امیدوارم بتونم مقدار زیادی از صفحات این کتاب رو برای شما بخونم و شما لذتش رو ببرید. این کتاب با مقدمه کوتاه شروع شده و فصل‌های بسیار زیاد و زیبا. با من همراه باشید که این کتاب رو ورق بزنید. مقدمه: هیچ آدم 55 ساله‌ای، حتی آدم‌های خیلی باهوش، نمی‌توانند اولین خاطرات بچگی خود را تاریخ گذاری دقیق کنند و بگویند فلان خاطره مال فلان روز و فلان سال است. چیزهای مبهمی از اولین خاطرات بچگی در ذهن آدم هست. البته بچه‌های پولدار امروزی که نسل ابزار مدرن هستند و پدر و مادرشان دائم از آنها فیلم تهیه می‌کنند و در فیلم تاریخ، ساعت، روز، ماه و سال وقایع را ذکر می‌کنند و هر چند هفته یک بار این فیلم‌ها را به آنها نشان می‌دهند، ممکن است در آینده وقتی 60-70 ساله هم شدند خاطرات کودکی خود را دقیق به یاد آورند. آدم‌هایی که در سال 1327 در یزد به دنیا آمده بودند و در آن زمان هنوز برق و به تب یخچال، تلویزیون، ضبط صوت، ویدیو، کامپیوتر، آب لوله کشی، حمام دوشدار، توالت سیفوندار، کوچه آسفالت شده، رفتگر شهرداری نبود، خاطرات کودکیشان از نظر تاریخی کاملا در هم و بر هم است. این خاطره نویس هم همین وضع را دارد، اما میتواند تشخیص دهد که کدام خاطرات مربوط به قبل از دبستان و کدام خاطرات مربوط به دوران دبستان و دوره‌های بعد بوده است. لذا خاطرات خود را بر همین منوال نگذاشته، اما همیشه نمیتوان نظم زمانی را رعایت کرد. گاهی خاطره‌ای که مربوط به قبل از دبستان است ادامه‌اش 40 سال بعد اتفاق می‌افتد. همین امر نظم تاریخی خاطرات را به هم می‌زند، ولی خاطره ای را کامل می‌کند. امید است که در جلدهای بعدی خاطرات دبیرستان و خاطرات دانشجویی را به چاپ برسانید. اما فصل 1: زن‌های بیوه و بچه‌های گرسنه. اولین خاطره روشنی که به یاد می‌آورم در حدود سال 1332 اتفاق افتاد. فاطمه 8-9 ساله دخترک مهاجر از دهات رفسنجان بود که پدر و مادرش مرده بودند و خاله‌اش که کارگر کارخانه اقبال یزد بود او را بزرگ می‌کرد. آنها در اتاق محقر و کوچک اجاره‌ای در خانه‌ای از نوع خانه ننه قمر زندگی می‌کردند و روزگار را با فقر به سر می‌بردند. فاطمه کبوتر همسایه را کشته بود. فاطمه که معمولاً گرسنه بود، کله یکی از کبوتران دستآموز همسایه را کنده بود. پرهایش را هم کنده بود، اما بدون آنکه شکمش را خالی کند، همینطور درسته آن را در دیگ گذاشته و پخته بود. به طوری که وقتی خاله‌اش از کارخانه آمده بود،
تمام محتوای دیگ را در چاه ریخته بود و فاطمه گریه کنان گفته بود بعد از مدت‌ها می‌خواست گوش بخورد و به اصطلاح شکمی از عزا درآورد. خاله‌اش هم او را کتک زده بود که چرا کبوتر مردم را گرفتی؟ حالا که گرفتی چرا کشتی؟ حالا که می‌خواستی بکشی چرا کله‌اش را کندی که حرام شود؟ و حالا که پختی چرا با شکم پر پختی که نشود خورد؟ صاحب کبوتر فهمیده بود که چه کسی کبوتر را کشته است و حسابی دعوا شده بود. خاله به صاحب کبوتر میگفت که پول کبوترت را میدهم، ولی همسایه قبول نمیکرد و میخواست دخترک تنبیه شود. کم کم دعوا بالا گرفته بود. همسایه ها جمع شده بودند و عده‌ای طرف دخترک و عده‌ای طرف صاحب کبوتر را گرفته بودند و همه و سر و صدایی به راه افتاده بود. یکی میگفت که شوهرش هم منظور شوهر خاله فاطمه از کارخانه ریسمان دزدیده، زندان است. زن هم که کارگر کارخانه است و روزها به کارخانه می رود. این بچه هم که تنها در خانه می ماند و شر است. دریاز هم که قوم و خویشی ندارند، بی کس و کارند. بهتر است از این محله بیرونشان کنیم. دیگری می گفت شوهرش دزدی نکرده، کار سیاسی کرده، عضو حزب بوده، کارگری است که با سرمایه‌دارها مخالف است. حالا زندانش کردند. شماها غیبت نکنید. شما که ندیدید او ریسمان بدزدد. حالا هم که زنک میگوید پول کبوتر را میدهد. بالاخره صاحب کبوتر رفت و پاسبان آورد. 2 پاسبان اسب سوار آمده بودند. همین پاسبان‌های اسب سوار بیش از همه در خاطر من باقی ماندند. بقیه مطالب را چون دیگران طی سالها تکرار کردند در ذهنم مانده است. پاسبان‌ها پارت و پورت می‌کردند که دخترک را به کلانتری می‌برند و چون پدرخوانده‌اش هم دزد است او را نگه می‌دارند. خاله دخترک هم رفته بود و چند تا از دوستان شوهرش را صدا زده بود که بیایند. آنها نیز سر و صدا می‌کردند و می‌گفتند مرگ بر سرمایه‌دار، مرگ بر رضایی. رضایی رئیس و سهامدار عمده کارخانه‌ای که نزدیک خانه ما قرار داشت بود. این دعوا هم شاید بهانه‌ای بین کارگر و کارفرما بوده است. بالاخره پاسبان‌ها 5 تومان از خاله گرفتند و 2 طرف را آشتی دادند و رفتند. 5 تومان آن زمان یعنی خیلی پول، یعنی حقوق 5 روز خاله، شاید هم حقوق 7 روز او. خاله 5 تومان را از محمد مغازه‌دار سر کوچه قرض کرده بود به شرط آنکه اول ماه که حقوق گرفت آن را پس بدهد. خاله خیلی ناراحت بود. به صاحب کبوتر میگفت حالا چه شد؟ من حاضر بودم این پول را به تو بدهم و این همه دعوا را نیندازی و شوهر و بچه مرا دزد نکنی. حالا آبروی ما را بردی. پول هم که گیر تو نیامد. پاسبان‌ها گرفتند و رفتند. من اولین درس‌های زندگیم را می‌گرفتم. کریم شوهر خاله فاطمه دزد نبود. کار سیاسی کرده بود. با آقای رضایی رئیس کارخانه بد بود و او را به جرم دزدی زندانی کرده بودند. آن موقع من نمی‌دانستم کار سیاسی یعنی چه. احمد آقا که او هم کارگر همان کارخانه بود و همیشه میگفت مرگ بر سرمایه‌دار و توی خانه‌اش رادیو داشت و آن را به بلندگو وصل کرده بود و غروب‌ها که رادیو می‌گرفت میگفت اینجا صدای مسکو است. پرسیدم احمد آقا کار سیاسی یعنی چه؟ و او گفت یعنی اینکه با سرمایه‌دار مثل آقای رضایی مخالف باشی. یعنی اینکه با شاه مخالف باشی. یعنی اینکه بگویی کارخانه مال کارگران است. من پرسیدم پس کریم شوهر خاله فاتک دزدی نکرده؟ کاف در لهجه یزدی هم علامت کوچک بودن و هم عزیز بودن است. فاتک به معنای فاطمه کوچک یا فاطمه عزیز است. احمد آقا گفت نه بابا کدام دزدی؟ آقای رضایی دزد است که حق ما را نمیدهد. احمد آقا به من گفت حسین تو در آینده یک کسی میشوی. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه توی این همه بچه این کوچه تو همش سوال میکنی. فقط وقتی بزرگ شدی مواظب باش کار سیاسی نکنی. چون سیاست یعنی بی‌پدری و بی‌مادری، یعنی دروغگویی، یعنی تهمت و افترا زدن. گفتم یعنی چه؟ گفت یعنی این کریم آدم خیلی خوبی است.
اصلا هم دزد نیست، بی‌ناموس هم نیست. چشمش هم دنبال زن و بچه مردم نیست. عرق و شرابخور هم نیست. ولی حالا که او را گرفته‌اند، در پرونده‌اش همه اینها را نوشته‌اند. این بی پدر و مادرها که بر مملکت ما حاکم هستند، مثل مرد به میدان نمی آیند. آدم کار سیاسی می کند، می گویند دزد است. روابط نامشروع داشته و عرق و شراب خورده، خود پدر سوختهشان مملکت را دارند برباد می دهند. به آدم‌هایی که حاضرند برای مملکتشان کشته شوند میگویند علیه مملکت اقدام کردند. آن وقتها من خیلی کوچک بودم و هیچ کدام از این حرفها را نمیفهمیدم. فقط فهمیدم که آقای رضایی خیلی پول دارد و به همین خاطر چاق و چله است و کت و شلوار شیک می‌پوشد و هر کس با او مخالفت کند به جرم دزدی می‌رود زندان. این را هم فهمیدم که وقتی یک بچه فقیر گرسنه‌ای کبوتر همسایه را بکشد و بخواهد شکم گرسنه‌اش را سیر کند، همسایه می‌آید، پشت می‌دهد و بعد می‌رود. پاسبان می‌آورد. آن هم پاسبان اسب سوار و پاسبان‌ها هم پول می‌گیرند و هیچ کاری نمی‌کنند. بعدها حسن آقای صاحب کبوتر هم گفته بود که او هم 5 تومان به پاسبان‌ها داده بود تا آنها بیایند و پدر دخترک و خاله‌اش را در بیاورند. من فهمیدم که نباید دعوا کرد. اگر دعوا شد، طرفین دعوا باید به پاسبان پول بدهند و هیچ یک از طرفین دعوا چیزی گیرشان نمی‌آید. پس دعوا به سود پاسبان است. تازه فهمیدم وقتی گرسنه بودی و کبوتر دیدی نباید کله‌اش را بکنی، چون حرام می شود و گوشت حرام را نباید خورد. اگر گوشت حرام بخوری در آن دنیا سرب داغ می ریزند توی حلقت. پس بهتر است که کبوتر ندزدی. اگر دزدیدی کبوتر را با چاقو بکشی و کله‌اش را نکنی و از همه بهتر آن است که گرسنگی بکشی و اصلاً کبوتر نخوری. وقتی به کلاس 3 ابتدایی رفتم، در یکی از درس‌ها این قصه نوشته شده بود که 2 نفر یک گردو پیدا کردند و سرش دعوا می‌کردند. نفر 3 آمد و گفت من دعوای شما را حل می‌کنم. گردو را شکست، مغزش را خودش خورد و نصف پوست را به یکی داد و نصف دیگر پوست را به آن یکی. من یک مرتبه فکر کردم که آن پاسبان‌ها که 10 تومان برای کبوتر گرفته بودند مغز گردو را خوردند. چند روز بعد از ماجرای کبوتر در خانه بودم که صدای آژیر کارخانه بلند شد و همهمه زیادی شنیده میشد. بعد هم صدای تیراندازی آمد. مادرم میگفت جنگ شده است. بچه برو توی اتاق، تیر از هوا میآید میخورد به تو. ولی من باز زیر شواری زدم توی کوچه و به طرف کارخانه اقبال دویدم و دیدم تعداد زیادی سرباز با کلاه مسی بر سر یا کاسک و تفنگ جلوی کارخانه بودند. در کارخانه هم بسته بود. در کارخانه از درهای خیلی بزرگ پنجره‌دار بود و درون کارخانه دیده میشد. کارگرها سر و صدا می‌کردند و سربازها هم هر چند دقیقه تیراندازی می‌کردند. من پهلوی یک سرباز ایستاده بودم. یک مرتبه کسی دستم را گرفت و با تشر گفت بچه از اینجا برو، کشته میشوی. برو خانه. گفتم میخواهم نگاه کنم. او هم مرا با یک پسگردنی جانانه روانه خانه کرد. در کوچه زنها نگران بودند. چند تا از زنها که شوهرانشان کارگر کارخانه بودند و داخل کارخانه گیر افتاده بودند گریه میکردند. چند تا هم چادرهایشان را بسته بودند به کمرشان و میخواستند بروند ببینند شوهرانشان در کارخانه چه میکنند. زن قاسم زنهای دیگر را تشویق میکرد که برویم ببینیم چی شده. او میگفت اگر شوهر مرا بکشند بهتر است مرا هم بکشند. من با 6 تا بچه چه کنم؟ آحبیب احمد زنها را آرام کرد. گفت بروید خانه، من میروم ببینم چه شده است و برای شما خبر میآورم. احمد آقا صدای رادیویش را بلند کرده بود. همان رادیویی که میگفت اینجا صدای مسکو است و من نمیدانستم که مسکو کجاست. اصلا در عالم بچگی فکر میکردم مسکو جایی است که مس میفروشند.
آخر در محله ما مسگر و شاگرد مسگر زیاد بود. فردای آن روز همان پاسبان‌های اسب سوار آمدند. ریختن توی خانه احمد آقا. احمد آقا از روی پشت بام فرار کرده بود. من فکر می‌کردم که باز کسی کبوتر کسی را دزدیده است تا شکمش را سیر کند که پاسبان‌ها آمدند. آنها رادیو و بلندگوی احمد آقا را بردند. احمد آقا چند تا کتاب هم داشت. آنها را هم بردند. تازه تمام اتاق احمد آقا را هم ریخت و پاش کرده بودند. من فهمیدم که همیشه از خانه ها کبوتر نمی دزدند و گاهی هم پاسبان ها می آیند و رادیو و کتاب ها را می برند. زن و بچه احمد آقا گریه می کردند. مدت ها احمد آقا فراری بود. روی پشت بام زندگی می کرد چون پشت بام خانه های یزد به همراه دارد. اگر پاسبانی به کوچه می آمد، احمد آقا از روی پشت بام ها تا 100 تا خانه آن طرفتر فرار می کرد. زنها می گفتند در آن روز که تیراندازی شده بود چند نفر از جمله آقای آواره توی بازار و سر میدان میرچخماق کشته شدند. کریم شوهر خاله فاتک را در زندان آنقدر کتک زده بودند که مرده بود. پاسبانی آمده بود در خانه فاتک و گفته بود کریم دزد در زندان دعوا کرده و کشته شده است. بیایند سر قبرستان جسدش را تحویل بگیرم. خاله فاتک گریه و زاری میکرد. بین مردهای محله همان 2 دستگی روز کبوتر دزدی بود. چند تا از مردها میگفتند رفیق کریم مرد شجاعی بود. به خاطر آرمان فدا شد. من نفهمیدم رفیق کریم کی بوده است و آرمان یعنی چه؟ این حرفها را نمیفهمیدم. اما وقتی میگفتند کریم ریسمان دزدیده او را زندان کردند و در زندان هم با یک زندانی دیگر دعوا کرده و کتک خورده و کشته شده است، همه این حرفها را میفهمیدم. فهم این حرفها خیلی برای من ساده تر بود تا اینکه رفیق کریم به خاطر آرمان فدا شد. مادرم، بیبی هلی، فاطمه جان و همه زنهای محله و بسیاری از مردهای محله هم نمیفهمیدند که رفیق کریم کی بوده و آرمانی که به خاطر آن مرده یعنی چه. حتی بیبی سکینه که 2 تا از پسرهایش کارگر همان کارخانه بودند اما همیشه میگفتند زنده باد شاه، میگفت کریم عاشق یک زنی شده بود که اسمش آرمان بوده و این زن شوهردار بوده است. شوهر آرمان کریم را زده و او مرده است. بعدها که من فهمیدم آرمان یعنی چه، فهمیدم که با بچه ها و زنهای کوچه ما باید به زبان ساده حرف زد. مردم کوچه ما اصلا مسکو، رفیق، آرمان، حزب، توده و خلق را نمیفهمیدند. آنها کلمات نان، آب، کبوتر، گرسنگی و دزدی را بهتر درک می‌کردند. یک روز رفتم پشت بام بازی کنم. دیدم احمد آقا توی اتاقک پشت بام خانه ماست. با هم حرف زدیم. احمد آقا گفت برو یکم آب خنک برای من بیار. من به آب انبار رفتم و یک کوزه آب خنک آوردم و به پشت بام بردم و به احمد آقا دادم. آن موقع برق و یخچال نبود که بشود از یخچال آب خنک را برداشت و به احمد آقا داد. فقط میگفتند در خانه آقای رضایی صاحب کارخانه برق هست، یخچال هست و یخچال برقی و یخچال نفتی هر دو هست. احمد آقا کوزه را دم دهانش گذاشت و آب خورد. بعد به من گفت دیدی شاهی ها، مصدقی ها و توده‌ای ها را زدن، بستن، کشتن، همه چیز تمام شد. من هاج و واج بودم. از این حرف ها هیچ نمیفهمیدم. من از شاه، مصدق، توده‌ای هیچ نمیفهمیدم. فکر کردم مصدقی ها و توده‌ای ها هم مثل فاطمه گرسنه بودند. رفتن کبوتر مردم را دزدیدند که شکم خود را سیر کنند و شاهی ها هم سرباز و پاسبان آوردند و آنها توده‌ای ها و مصدقی ها را زدند، بستند و بعضی ها را هم کشتند. به نظر من همه این حرف ها برای شکم بود. گفتم احمد آقا این حرف ها که میزنی یعنی چه؟ یعنی کسی کبوتر کسی را دزدیده است؟ احمد آقا قاه قاه خندید و گفت حسین تو چقدر بامزه ای.
احمد آقا گفت یعنی آقای رضایی که خیلی پول دارد و صاحب کارخانه است بر ما کارگران پیروز شد و ما حالا باید برای او بخور و نمیر کار کنیم. انگلیس ها هم دوباره می آیند و نفت مملکت را مفت میبرند و میخورند. از این حرفها هیچ نمیفهمیدم. فقط مسئله کبوترها را میفهمیدم. میدانستم که فاطمه میخواست کبوتر را بخورد. آن را کشت، ولی نمیفهمیدم که نفت را چه کسی میخواست بخورد. اصلا مادرم 100 بار گفته بود نفت چیز بدی، نباید آن را بخوری. مواظب باش دبه نفت را سر نکشی و نخوری. تازه خودم دیده بودم که اکبر پسر همسایه که نفت خورده بود استفراغ میکرد و او را به بیمارستان بردند و میگفتند که اگر دیر به بیمارستان برده بودنش میمرد. حالا پس این انگلیسی ها و امریکایی ها و شاهی ها که می توانند بشکه نفت را بخورند و استفراغ نکنند و به بیمارستان نروند باید با ما خیلی سخت داشته باشند. پیش خودم گفتم میروم پشت بام از احمد آقا میپرسم چرا انگلیسی ها و آمریکایی هایی که نفت میخورند استفراغ نمی کنند و آنها را به بیمارستان نمیبرند. میدانستم هوا خیلی گرم است و احمد آقا آمده تو اتاقک پشت بام توی گرما نشسته عرق می‌ریزد. رفتم یک کوزه آب از آب انبار آوردم و برای احمد آقا بردم. احمد آقا پشت سر هم از کوزه آب می‌خورد. و احمد آقا گفتم توی زیر زمین هوا خنک است. چرا رفته پشت بام که گرم است؟ احمد آقا گفت پشت بام بهتر است. اگر پاسبان ها آمدن توی کوچه فوری بیا به من بگو. به هیچ کس دیگر هم نگو مرا اینجا دیده اید. به احمد آقا گفتم شما گفتید که انگلیسی ها و امریکایی ها نفت ما را میخورن. گفت بله. گفتم پس چرا استفراغ نمی کنن؟ احمد آقا هاج و واج شده بود. گفتم اکبر همسایه که نفت خورد استفراغ کرد و نزدیک بود بمیرد. به بیمارستان بردنش. احمد آقا خنده بلندی کرد و گفت اکبر که نفت خورده بود. فقط نصف دبه نفت خورده بود که استفراغ کرد. آمریکایی ها و انگلیسی ها و همدستان داخلیشان 1 میلیون بشکه نفت را میخورند. آنها چون خیلی زیاد نفت میخورند اصلا حالشان به هم نمیخورد. من باز هم نفهمیدم که احمد آقا چه میگوید. دیگر سوال نکردم چون هوا خیلی گرم بود. احمد آقا عرق کرده بود و من هم گرمم شده بود. از پشت بام به زیر زمین رفتم که خنک شوم. دیگر نمیدانم که موضوع شاهی ها و مصدقی ها و نفت چه شد. اما میدانم احمد آقا را از کارخانه بیرون کردند و آنها که اجاره نشین بودند از محله ما رفتند. چند سال بعد که کلاس 4 دبستان بودم روز 4 آبان در مدرسه مارکار یزد احمد آقا را دیدم که لباس رفتگری به تن کرده و داره از زمین ورزشی را که بچه ها باید روی آن رژه می رفتن جارو کند. از توی صف بیرون دویدم و پیش احمد آقا رفتم و سلام کردم. احمد آقا گفت حسین ماشاءالله بزرگ شده ای. تو اینجا چه کار میکنی؟ گفتم ما را از مدرسه برای تماشای جشن 4 آبان آوردن. احمد آقا گفت برو درس بخوان تا میتوانی پولدار شو. با پولدارها هم در نیفت. اصلا هم به رادیو مسکو گوش نده تا مثل من جاروتش روز 4 آبان نشوی. برو زرنگ باش. من با مادرم در یک خانه 2 اتاقه توی یک اتاق زندگی میکردیم. بعدها فهمیدم که این یک اتاق را هم پدرم با 300 تومان رهن کرده بود و خانه مال ما نبوده است. صاحب خانه ما آمیرزا با 4 فرزند و زنش در اتاق دیگر زندگی میکردند. آمیرزا خودش شبها در آشپزخانه میخوابید. شبها چند تا تله موش اطراف رخت خوابش میگذاشت و همیشه صبحها آمیرزا چند تا موش را از تله در میآورد و در چاهک مستراح میانداخت. آمیرزا کار و کاسبی درستی نداشت. فقیر بود و با هر وضعی بود باید شکم زن و 4 تا بچه را سیر میکرد. گاهی میشد که شبها به خانه نمی آمد. یعنی مادرم میگفت هر شب آمیرزا نتواند نان بخرد به خانه نمی آید. یا سحر یواشکی به خانه می آید و می رود توی آشپزخانه می خوابد. شبها که آمیرزا به خانه نمی آمد بچه هایش گرسنه می خوابیدند
یا مادرشان به خانه خواهرش که وضعشان خوب بود میرفت، کمی غذا میگرفت و میآورد. آمیرزا گاهی از دست زنش کتک میخورد. یادم میآید یک روز آمیرزا لب تالار دو زانو نشسته بود. ارتفاع تالار تا سطح حیاط 60-70 سان بیشتر نبود. زن آمیرزا داشت غر میزد و گاهی هم به آمیرزا فحش میداد و میگفت مردی که نتواند نان زن و بچه‌اش را بدهد بهتر است بمیرد. یک مرتبه طوری به پس کله آمیرزا زد که آمیرزا از لبه تالار روی آجر فرش حیاط افتاد. من فهمیدم که اگر مردی نتواند نان زن و بچه‌اش را بدهد از دست زنش کتک می‌خورد. آن هم از دست زن یزدی که در همه ایران معروف است به زن سازگار. زن آمیرزا 2 دستگاه شعربافی داشت. با یکی از دستگاه‌ها خودش پارچه می‌بافت و با دیگری مادر من کارگر چنان آدم فقیری بود. دیگر ببینید وضع ما چطور بود. آن وقتها که پدرم زنده بود سر شب مادرم منقل برنجی را با خاک آجر برق می‌انداخت و زغال‌های بادام را روشن می‌کرد تا آتش تریاک حسابی گل بیندازد. سماور زغالی را روشن می‌کرد و قوری گل سرخی، استکان و نلبکی و قندان را پهلوی آن می‌گذاشت و منتظر پدرم می‌شد. آمیرزا احمد سر شب می‌آمد. می‌نشست و با آرامش چای را دم می‌کرد. تریاک را روی حقه وافور می‌چسباند و با انبار برنجی آتش را روی آن می‌گرفت و دود می‌کرد. تنها چیزی که از پدرم یادم مانده است این است که جلوی منقل می‌نشست و تریاک می‌کشید. گاهی از شانه‌هایش بالا می‌رفتم و او می‌گفت توی آتش نیفتی. هر شب هنوز پدرم تریاک می‌کشید که من خوابم می‌برد و صبح که بیدار می‌شدم پدرم نبود. پدرم 3 زن داشت و از هر زن 1 بچه. مادرم زن 3 بود. پدرم در خانه زن دوم زندگی می‌کرد. سر شب‌ها پیش مادرم می‌آمد، تریاکش را می‌کشید و شب را برای خواب به خانه زن دومش که چند کوچه آن طرفتر از خانه ما بود می‌رفت. پدرم مهربان بود. هرگز مرا دعوا نمی‌کرد. برایم 1 خروس که جنس آن از چینی بود خریده بود. اسباب بازی جالبی بود که همیشه خاطره‌اش در ذهنم باقی مانده است. گاهی که خواب نمی‌رفتم مادرم فتیله چراغ لامپ‌ها را پایین می‌کشید و نور اتاق کم می‌شد. آن وقت برایم قصه می‌گفت و زود به خواب می‌رفتم. همیشه قصه های مادرم نیمه کاره می‌ماند چون من وسط قصه به خواب می‌رفتم. یادم نمی‌آید که وقتی پدرم زنده بود مادرم پارچه بافی می‌کرد یا نه. ممکن است این مربوط باشد به بعد از مرگ پدرم که در 6 سالگی من اتفاق افتاد. بیشتر خانه‌های محله ما و تمام خانه‌های کوچه پس کوچه های ما آب نداشتند. یعنی خانه ما و چندین خانه اطراف هیچ نوع منبع آبی نداشتند. آب قنات تفت که هر 12 روز 1 بار به محله می آمد به خانه ما راهی نداشت. خانه ما و خانه‌های اطراف چاه آب معروف به 40 گز هم آب نداشتند. خانه ما راهی هم به قنات‌های زیرزمین نداشت. از زیر برخی خانه‌ها قنات رد می‌شد. با چند پله به آنها راه می‌یافتند و در کنار آب قنات سرداب‌ها و زیرزمین‌های بسیار خنکی می‌ساختند که تابستان‌ها محل استراحت خوبی بود. برخی از خانه‌ها آب بریده داشتند. آب بریده یعنی راهرویی یا کوره فرعی به طول چندین متر تا چندین 10 متر از زیر خانه‌ای تا مجرای اصلی کوره قنات ایجاد می‌کردند تا آن خانه بتواند از طریق چاه یا جوب به آب دست یابد. برخی خانه‌ها از قنات‌های زیر زمین توسط چرخ و چاه آب می‌کشیدند. خانه ما، خانه فاطمه جان، خانه معصومه قاسم، خانه بیبی رباب، ملا و هیچ رقم آب نداشتند. من همیشه تعجب می‌کردم چرا خانه‌های اطراف منبع آب دارند و خانه ما ندارد. بالاخره کلاس 3 بودم که این راز را کشف کردم. کوچه ما روی یک تپه کوچکی که فقط 2 متر از اطراف بلندتر بود واقع شده بود.
همین 2 متر ارتفاع یعنی نداشتن آب. من در 9 سالگی جغرافیا را لمس می‌کردم. آب سربالایی نمی‌رود. پس خانه ما که در سربالایی قرار دارد آب ندارد. حالا چرا خانه ما در سربالایی واقع است؟ چون ما پول نداریم. پس خانه ما پول ندارها و کارگرهای کارخانه پنبه پاک‌کنی و نخریسی روی 2 متر ارتفاع قرار دارد. یعنی من در کلاس 3 ابتدایی جغرافیای پستی و بلندی ها را با جغرافیای اجتماعی و جغرافیای فقر لمس و زندگی کردم. راستی همین 2 متر ارتفاع جغرافیای مهاجرت هم بود، چون نصف بیشتر اهالی کوچه ما را مردمی از رفسنجان، انارک و دهات یزد تشکیل می‌دادند. بی خود نیست که من به جغرافیا علاقه‌مند شدم. وقتی تکنولوژی آب لوله کشی آمد، همین 2 متر ارتفاع هم صاحب آب شد و همه محاسبات جغرافیایی کوچه ما به هم خورد. به همین خاطر در تعریف جغرافیا کلمه تکنیک را آوردم و گفتم جغرافیا روابط متقابل انسان، تکنیک و مدیریت و محیط است. از چند هزار سال پیش مردمی که روی این تپه کوچک زندگی می‌کردند آب خوردن نداشتند. باید از خانه همسایه‌ها آب می‌آوردند. آب لوله کشی همه روابط چند هزار ساله را به هم زد. دیگر سازگاری جغرافیایی پستی بلندی با جغرافیای اجتماعی مثل دوران 4000 سال قبل نبود. شهر یزد آب لوله کشی نداشت و برای تهیه آب باید به آب انبارهایی که 40-50 پله داشت می‌رفتیم. نزدیکترین آب انبار به خانه ما حدود 500 متر فاصله داشت. بیشتر ما باید به خانه‌هایی که منبع آب داشتند سری می‌زدیم یا از شیر عمومی کارخانه اقبال آب برمی‌داشتیم. یک حوض کوچک وسط خانه بود که هر 1 ماه 2 ماه یک بار سقاها آن را با مشک از آب جویی که در 300 متری خانه ما قرار داشت پر می‌کردند. چند روزی که آب حوض صاف بود، من و بچه‌های دیگر سرمان را می‌گذاشتیم توی حوض و آب می‌خوردیم و بعد از چند روز آب حوض سیاه می‌شد و کم کم آب کرم می‌انداخت. توالت هم از حیاط چند تا پله پایین‌تر بود و آب نداشت. باید آفتابه را از آب حوض پر می‌کردیم. توالت چاله‌ای بود پهن و گود به عمق 1.5 متر. تخلیه چای توالت خود داستانی بود. عده‌ای شتردار می‌آمدند و توالت را معامله می‌کردند و می‌خریدند. 2 تا 5 تومان پول می‌دادند تا صاحبخانه اجازه دهد توالت را خالی کنند. با شتر خاک می‌آوردند و کنار کوچه را حوضچه درست می‌کردند. سر چاه توالت را باز می‌کردند و ابتدا با سطل آب توالت را می‌کشیدند. چند تا کارگر سطل‌ها را دست به دست می‌کردند و آن را تا کنار کوچه می‌بردند و در حوضچه می‌ریختند. آبش که تمام می‌شد، یک کارگر بدبخت را به طناب می‌بستند و به داخل چاه می‌فرستادند. او باید نجاست‌ها را داخل سطل می‌کرد و کارگر دیگری می‌کشید. تمام نجاست‌ها را هم به همان حوضچه می‌بردند. یادم می‌آید که چاه توالت همسایه را خالی می‌کردند. تخلیه چاه 3 روز طول کشید. روز سوم طناب را به کمر یک نفر بستند و او را داخل چاه فرستادند. استادکار فریاد می‌زد: آقای عباس، خوب چاه را پاک کن. تهش را انگشت کن، پول دادیم. چند روز این کثافات کنار کوچه می‌ماند تا آبش تبخیر شود. بعد آنها را با مقداری خاک و خاشاک قاطی می‌کردند و در جوالهایی که با موی بز بافته شده بود می‌ریختند و بار شتر می‌کردند. بار شترها سنگین می‌شد و وقتی می‌خواستند بلند شوند نعره می‌زدند و از جا بلند می‌شدند. به این شغل کناسی یا کناسی یا کناسی می‌گفتند. کناس‌ها این کودها را به کشاورزان می‌فروختند. یک بار وقتی 5-6 ساله بودم، روزی به کسی که داخل چاه مستراح می‌رفت و نجاست‌ها را توی سطل می‌کرد گفتم: چرا توی چاه می‌روی و خودت را کثیف می‌کنی؟ گفت: من هم زن و بچه دارم و آنها باید نان بخورند. من بچه بودم، معنی این حرف را نفهمیدم. فکر کردم زن و بچه‌اش از این کثافت‌ها می‌خورند. تعجب کردم چطور او داخل چاه نجاست می‌رود تا زن و بچه‌اش نان بخورند. پیش خودم فکر کردم حتما این کار بهتر از این است که کبوتر همسایه را بدزدند، چون برای کبوتر دزدی پاسبان آمد، اما برای این کار پاسبان نمی آمد.
چند سال گذشت. کناس‌ها دیگر نمی آمدند و چاه‌ها پر می شد و مردم مشکل داشتند. ابتدا کناس‌ها چاه‌ها را می خریدند. کم کم کناس‌ها پول نمی دادند و چاه را مجانی خالی می کردند و نجاست‌ها را می بردند. کم کم مردم باید به کناس‌ها پول می دادند تا می آمدند و چاه را خالی می کردند. خود این امر شروع تحولی بود که در زندگی چند هزار ساله یزدی‌ها آغاز می شد. آغاز نوسازی یا مدرنیته در یزد بود. بعدها که من کلاس 10-11 بودم گویا بهداشت گفته بود که چاه‌ها را مثل سابق تخلیه نکنند و کنار کوچه حوضچه درست نکنند. بهداشت گفته بود باید ماشین با موتور پمپ بیاید و توالت‌ها را خالی کند. ولی اکثر کوچه‌های یزد ماشین رو نبود و مسئله تخلیه چاه توالت در کوچه پس کوچه‌های یزد خود تبدیل به یک مشکل عمده شده بود. عده‌ای که پول داشتند خانه‌هایشان را ارزان می‌فروختند و به حاشیه شهر و محلات جدید می‌رفتند که تازه در حال ساخت و ساز بود. این محلات جدید خیابان‌های پهن و ماشین‌رو و آب لوله‌کشی و برق داشتند. روز به روز آدم‌های ثروتمند از کوچه پس کوچه‌های باریک که ماشین در آنها نمی‌توانست رفت و آمد کند مهاجرت می‌کردند و جای آنها را آدم‌های فقیری که از دهات اطراف آمده بودند پر می‌کردند. این کوچه و پس کوچه‌ها و به اصطلاح بافت قدیم شهر تحت نظارت میراث فرهنگی قرار گرفت. میراث فرهنگی نمی‌گذاشت که خیابان درست شود، نه کوچه‌ای پهن شود و نه خانه‌ای بازسازی شود. می‌گفتند خارجی‌ها، توریست‌ها می‌خواهند بیایند و خانه‌های خشتی و گلی را ببینند. حاجی علی رسولی می‌گفت کله پدر هر خارجی تماشاگر است. ما توی این خانه‌های پر از عقرب و مار و موش با مستراح‌های چند صد ساله بدون آب با دیوارهای زندان مانندش بمانیم و بپوسیم که خارجی‌ها می‌خواهند بیایند ما را تماشا کنند. خود خارجی‌های پدر سوخته اگر راست می‌گویند بیایند یک ماه توی این بیغوله‌ها که اگر یک زلزله بیاید همه ما می‌میریم زندگی کنند. من این حرف‌ها را نمی‌فهمیدم. تازه داشتم بزرگ می‌شدم و می‌فهمیدم که ما خانه نداریم و باید هر 1-2 سال یک بار اتاقی در خانه‌ای اجاره کنیم. چند سال خانه بیبی هلی و بعد اتاق حسین علی در خانه فاطمه جان و بعد یک اتاق در خانه بیبی هاجر و بعد یک اتاق در خانه بمان جان. خب دیگه وقت به من اجازه نمیده بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. حتما بهتون پیشنهاد میکنم برای دانستن تاریخ زیبای شهر یزد حتما این کتاب شاهزاده همام یا حمام رو بگیرید و نوشته دکتر محمد حسین پاپوری یزدی رو به خاطرتون بسپارید. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.